این برنامه از سوی شفاخانه تخصصی ثنا کوثر واقع ولایت هرات پسته نمبر 1 سمت شرق در خدمت شما گرامیان قرار دارد. برای شما به نشر می رسد. سلام خدمت شما هموطنان عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگویم به یکی دیگر از برنامه‌های طب در خانه با من وزیر توقی زاده از تلویزیون جهانی دنیای نو. موضوعی که ما در برنامه انتخاب کردیم تبرکلوز می باشد و می‌خواهیم صحبت‌های درباره تبرکلوز داشته باشیم که با جناب دکتر صاحب محمد یحیی جامع البخاری. سلام بر شما، وقت بخیر، خوش آمدین جناب دکتر صاحب به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان عزیزی که چی از پرده تلویزیون ما تماشا میکنند و چی از یوتیوب چینل برنامه طب در خانه. و یک سلام گرم خدمت شما جناب توقی صاحب دارم و تمام همکاران شما در استودیو. ان شاء الله که در صحت و عافیت کامل و لباس و عافیت در تن داشته باشید. تشکر جناب دکتر صاحب. ما که موضوع در برنامه صحبت کردیم، گفتین تبرکلوز انتخاب کردیم. حالا شما یک معلومات کلی و یک تعریفی درباره تبرکلوز داشته باشین. تشکر جناب توقی صاحب. مریضی توبرکلوز یا بیماری توبرکلوز از آن جایی که همه افراد یا تمام هموطنان ما در تمام سرتاسر جهان از توبرکلوز یک معلومات کلی دارند یا بالاخره مریضی دیدن یا شنیدن. مریضی توبرکلوز که در اصطلاح عربی به نام سل هم میگن، اکثریت افراد یا اطباء میفهمند. مریضی توبرکلوز یک مریضی انتانی شدید و خیلی جدیه. یعنی واقعا یک مریضی جدیه که با وجودی که پیشرفت‌های در عرصه طب صورت گرفته و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، ولی باز هم آمار نشان میده که همین توبرکلوز سالانه جان بیش از 1.5 میلیون نفر در سرتاسر جهان میگیره. یعنی از این واقعیت ما میفهمیم که خیلی خطرناکه. از آن جایی که توبرکلوز یک مریضی قدیمی، یعنی از خیلی قدیم مثل طاعون و اینا، ولی اینا ناپدید شده، ولی مریضی توبرکلوز همکنون باز هم زنده و قربانی زیادی میگیره که نه تنها یک چالش طبی به وجود آورده بلکه یک معضل اجتماعی و اقتصادی هم به بار آورده. شاید شما باور شما نشه، ولی ما در قرن 21 قرار داریم. قرن 21 قرنیه که تمام سهولت ها و امکانات پیشرفت های طبی صورت گرفته. مریضی توبرکلوز با وجودی که یک مریضیه که هم پیشگیری داره و هم راههای درمان خوبی داره، ولی باز هم شاید باور شما نشه که یکی از 10 عامل اصلی مرگ و میر در سرتاسر جهان در مریضی ها می باشه. چی معنا؟ یعنی ما اگر مریضی هایی که کسانی که میمیرن در سرتاسر جهان امروزه از 10 عاملی که باعث میشه مثلا سرطان و بالاخره هم انواع اقسام مریضی هایی که باعث مرگ مریضا میشه، یکی از اینا توبرکلوزه. یعنی اینقدر ما پیشرفت کردیم، اینقدر امکانات در طبابت داریم، ولی باز هم این قربانی داره. پس آماری که اخیراً نشان میده میگه 1/3 از کل دنیا نفوس جهان به توبرکلوز مصاب شدن یا بیماری سل. اما این به این معنی نیست که همینو مریض باشن. در یک عده افراد که هست مریضی در داخل وجود هست، خود باکتری توبرکلوز داخل وجود هست، اما به صورت غیر فعال اعراض علائم نشون نمیده و مریض احساس مریضی نمیکنه. ولی در یک عده دیگه کسایی هستن که مریض میشن، احساس مریضی میکنن و اعراض علائمی که بعداً قرار خودشون صحبت بکنیم اونا دارن. جالبه که توبرکلوز یک مریضی فقیر و نابرابریه. یعنی چیکار میکنه؟ میایه که از بین جوامی که محرومن، جهان سوم، جوامی که سیستم بهداشت اینا خیلی ضعیفه، از جمله متاسفانه میگم در افغانستان، میایه قربانیان خود از بین این افراد انتخاب میکنه و میگیره. این شد یک مفهوم کاملی از توبرکلوز که از آماری که اخیراً به دست ما رسیده. اگر تعریفی داشته باشیم از توبرکلوز، میگیم توبرکلوز یک یا سل که در اصطلاح عربی میگن، بعضی به این معرفی میشن. توبرکلوز یک مریضی انتانی عفونی شدیدیه که عمدتاً یک عضو بیشتر درگیر میکنه. اون عضو ریه ها میشه، به اصطلاح مردم ما شش ها میگن. یعنی بیشتر، اما به این معنی نیست که دیگه عضوار نگیره. به این معنیه که قسمت های دیگه از جمله مثلا مغز، استخوان، ستون فقرات و کلیه هم میتونه درگیر کنه که توبرکلوز همون قسمت یاد میشه. عامل اصلی توبرکلوز، یعنی چیزی که باعث میشه که ما مریضی توبرکلوز بگیریم، یک باکتری به نام مایکوباکتریوم توبرکلوزیس میگن. مایکوباکتریوم توبرکلوز از خاندان جدایه. این باعث وقت داخل شش‌ها یا هر قسمت بدن میشه، این باعث میشه که ما مریضی رو بگیریم یا به صورت غیر فعال یا به صورت فعال. این شد تعریفی از توبرکلوز. درست. تشکر جناب دکتر صاحب. شما از این بگین که راه‌های انتقال تبرکلوز به چه روش‌ها یا طریقه‌ها انتقال میکنه؟
تشکر جناب توخی صاحب. مثل سایر مریضی ها هر مریضی از یک راه و روش انتقال میکنه، ولی توبرکولوز یک راه مختص داره که توبرکولوز فقط از راه هوا انتقال میکنه. حالا بعضی مریضی از طریق مثلا دست دادن و بالاخره از طریق تماس یا دست دادن به یک جایی که یک مریض دست داده و بالاخره یک جوین دست بزنیم یا از طریق غذا خوردن مشترک، استعمال حوله مشترک. ولی توبرکولوز فقط از تنها راه هوا. چی رقم وقتی شخص سرفه میکنه، شخصی که مریض فعال توبرکولوز سرفه میکنه، همین باکتریا که داخل ریه ها یا هر قسمتی از بدن یا هسته به داخل هوا پخش میشه و اوی افرادی که در قرابت از این فرد قرار دارن و نزدیک این فرد قرار دارن ممکنه که تنفس بکنن و مبتلا بشن. یا همچنین مثلا وقتی که صحبت میکنه فرد، صحبت میکنه، مثلا ما و شما صحبت میکنیم، به یک فاصله اگه نزدیک باشه بازم پارازیت یا باکتری به هوا پخش میشه، ممکنه شخص مصاب بشه. یا مثلا کسی عطسه میکنه، مریضی داریم که مثلا توبرکولوز عطسه میکنه، بازم از طریق عطسه باز بیشتر بیرون میشه، چون باکتریا با عطسه به یک فشار زیاد داخل جریان هوا میشن و افرادی که در نزدیک فرد باشن اونا مبتلا میشن. فقط پس تنها از طریق هوا منتقل میشه. اما باکتری مخصوصا در توبرکولوز از طریق دست دادن یا غذای مشترک خوردن با هم یا دست دادن به یک سطح از این طریق انتقال نمیکنه. مثلا شخصی که توبرکولوز داشته باشه اگر طریق سرفه و عطسه اینا داخل وجود از این نشه یا بیرون نکنه، فقط دست بدیم یا غذای مشترک بخوریم، از این طریق انتقال نمیکنه. این راه انتقال توبرکولوز. تشکر جناب دکتر صاحب. ما میشنویم از بابت توبرکولوز در جامعه. حالا شما برای ما صحبت های داشته باشین که کدام بخش از جامعه، کدام قشر از جامعه بیشتر در معرض توبرکولوز قرار میگیرن؟ تشکر جناب توخی صاحب. خیلی سوال مهم میکردیم که هموطنان بیشتر دقت بکنن در این عرصه. به طور عموم 4 گروه از افراد داریم که ما اینا بیشتر در معرض خطرن. یعنی نظر به سایر افراد اینا بیشتر در معرض اینه که زودتر توبرکولوز بگیرن. اولی افرادی که در یک فامیل، در یک عضو خانواده از اینا مریض توبرکولوز دارند و او زندگی میکنن یا در محل کار با کارمندا صحبت به کار میکنن. چی رقم؟ مثلا در یک فامیلی که 7 نفر خانواده دارن، یک نفر اگر توبرکولوز باشه، 6 نفر دیگر بیشتر مستعد به گرفتن توبرکولوز در به سایر افراد یا فامیل هایی که دورتر از اینا قرار دارن. یا همچنین در محیط کار، مثلا در یک محیط کار میکنیم، کارمندا هم و هم یک از کارمندا توبرکولوز یا به صورت خفی یا به صورت فعال داشته باشه، ریسک از این افراد که به توبرکولوز مصاب بشن خیلی زیاده. این گروه اول شد. گروه دوم کسانی هستند که معافیت بدن از اینا پایین آمده، مقاومت بدن از اینا پایین آمده. مثال افرادی که دیابت دارن، کسانی که دیابت دارن معافیت بدن اینا پایینه. کسانی که HIV دارن یا ایدز دارن به اصطلاح عمومی دارن، اینا مقاومت بدن اینا پایینه. یا در کل بگیم کسانی که ادویه ایمیونوسپرسیو یا پایین آورنده مقاومت بدن استفاده میکنن، چون ما در شفاخانه بعضی امراض مریضیایی داریم که ما مجبوریم برای تداوی از دواهای پایین کننده یا سرکوب کننده معافیت استفاده کنیم. پس این گروه هم بیشتر در معرض، چون مقاومت که پایین بیایه مستعد به هر نوع انتان خصوصا باکتری توبرکولوز میشه. این گروه دوم شد. گروه سوم افرادی هستند که خیلی سیگار و الکل استفاده میکنن. افرادی که سیگار و الکل استفاده میکنن تغییرات پاتولوژیکی یا تغییرات سلولی در داخل ریه ها و شش اینا به وجود میاد و خود از این مستعد به انتان توبرکولوز میشه. و گروه آخر و مهمترین گروهی هستند که در جوامع، در جاهای شلوغ، در جاهایی که تهویه مناسب تنفس وجود نداره، خیلی شلوغ، آب و هوای آلوده، اگر کار و خانه زندگی در عرصه باشه، او افرادم بیشتر متاسفانه در افغانستان خصوصا جامعه ایراد ما اوت شلوغی‌ها و ازدحام‌ها و تجمعات زیادی وجود داره که آب و هوا آلوده، مثلا صرافی‌ها، محله کوچه گدام اینا، این افراد بیشتر در معرض خطر توبرکولوزن. پس این 4 گروه خیلی مهمن. اینا بیشتر یعنی متوجه صحت جای اجتماعی که زیاد باشه مثلا در خطر میباشن. تشکر جناب دکتر صاحب. میشنوید توبرکولوز، آیا توبرکولوز یک نوع می باشه یا انواع مختلف دیگه هم داره؟ بله، تشکر جناب توخی صاحب. مثل سایر مریضی‌ها توبرکولوز هم از خود زیرشاخه‌های داره، انواعی داره. اولین نوع توبرکولوز نوع لیتنت تی بی میگن یا توبرکولوز خفی یا مخفی یا غیر فعال میگن. چی رقم این توبرکولوز یک حالت باکتری داخل وجود مریض بیامده، درست، همین زیست داره، ولی اعراض و علائم نشان نمیده از خود، غیر فعال، میتونه یک جا سکون داره. اما فرد ناقل هست. ناقل چی معنی؟ یعنی میتونه مریضی رو به دیگران، قبلا گفتم از طریق صحبت کردن، عطسه کردن، سرفه کردن، از این طریق اگه بکنه خود یا مریض نیه، احساس مریضی نمیکنه، ولی میتونه به دیگران انتقال بده و اینا رو مریض بکنه. و این حالت این نوع است اگر تداوی نشه ممکنه به صورت فعال خود تبدیل بشه، یعنی به هر چیزی تر باید تداوی کنه که به صورت فعال تبدیل نشه. نوع بعدی نوع برعکس خفی اکتیو تی بی میگن، یعنی توبرکولوز فعال میگن. در این مریض
کلا برعکس مخفی یا خفی. هم مریض احساس مریضی میکنه، هم توبرکولوز یا توبرکولین در داخل وجود از او هست، یعنی که باکتری داخل وجود هست، اعراض و علائم نشان میده، ناقل هست، به دیگران انتقال میده و حالت شدید مریضیه. و اگر این حالت تداوی نشه و فکر صحت خود مریض نباشه، ممکنه کشنده باشه و فرد در متلاشی بکنه. نوع آخر که خیلی نوع مهمیه و خیلی یک چالش و معضل در طبابت به وجود آورده در سر جهان، توبرکولوز نوع مقاوم به داروه. از نامی و پیدایی که یعنی دیگه به دوای معمولی جواب نمیده. درست؟ در این حالت که هست این نوع توبرکولوز به دوای عادی جواب نمیده، مدت طولانی تری به زمان به تداوی و نیاز به داروهای بسیار بسیار قوی نیاز داره که بتونه که سرکوب بشه و آستاسته ای از بین بره. این شد سه نوع مهم توبرکولوز شد. تشکر جناب دکتر صاحب. شما درباره اعراض و علائم توبرکولوز صحبت هایی داشته باشین. تشکر جناب توخی صاحب. ببینیم هر مریضی از خود اعراض و علائم مشخص داره. درست. اعراض و علائم مثل زبان مریضیه، یعنی مریضی میاد از طریق اعراض و علائم با ما صحبت میکنه که من فلانه مریضیم. این را شوخی گفتم. بله. اعراض و علائم توبرکولوز، حالا اگر ریه یا ششها مورد گیری کرده باشه، اعراض و علائم مشخصی داره و اگر دیگر عضوای بدن که قبلا به شما گفتم، اون اعراض و علائم مشخص و مربوط خود داره. اعراض و علائمی که مختص به توبرکولوز ریه یا ششها می باشه، اولینی و مهمی و که خیلی بیشتر متوجه میشم سرفه مداوم. به اصطلاح عامه ما کوخه میگیم. به اصطلاح سرفه مداومی که از 2 هفته بیشتر بشه و همراه از اون ما خون دیده شه در مریض، همراهی که مثلا سرفه میکنه خون هم سرفه بکنه که به اصطلاح طبی ما هموپتایزیس میگیم. اگر چی کنه یکی از اعراض علائم اینه که سرفه مداوم داشته باشه، دوم از طرف روز تب زیاد داشته باشه و از طرف شب تعریق یا عرق زیاد داشته باشه. این دومین اعراض علائمی. سومی و به صورت ناخواسته وزنی کم میشه. مریض احساس میکنه هر روز کاهش وزن داره، یعنی نیه که خودی ورزش کنه یا رژیم بگیره و خود به خود وزنی و کاهش پیدا میکنه. و دوم در طول روز خیلی خسته، ضعف شدید داره مریض، بیخی حوصله کار نداره، خیلی ناتوان شده و در آخر هم درد قفسه سینه. این اعراض علائم 5 6 تایی که گفتم به شما، این اعراض علائم اگر شخصی داشته باشه ممکنه که توبرکولوز ریوی داشته باشه و هر چیزی تر خوبه که به یک مرکز صحی مختص به توبرکولوز مراجعه بکنه. حالا اگر این اعراض علائم و توبرکولوز دیگر قسمت‌های از بدن داشت، مثلا در اگر غدوات لنفاوی بدن که در ناحیه گردن اینا چی کنه درگیر بکنه، مصاب بکنه، این قسمت ها تورم پیدا میشه، ورم پیدا میشه، درد پیدا میشه قسمت گردن. حالا اگر مثلا در استخوان ها و مفاصل بدن توبرکولوز بگیره که توبرکولوز همون قسمت یاد میشه، درد مزمن در استخوان ها و مفاصل به وجود میاد که طول مدته و با انساید ها یا آنالژزیک ها یا دوای مسکن عادی خوب نمیشه. دیگه مثلا اگر کلیه ها رو بگیره، در کلیه ها باعث میشه که در ادرار ما خون دیده بشه، هیماتوری میگن در طبابت. و حالا اگر مثلا در مغز دیده شه، تب، استفراغ، سردردی‌های مزمن برای شخص پیدا میشه. یه اعراض علائم مختص به هر توبرکولوز که اگر بیایم ما با جزئیات بیشتر صحبت بکنیم وقت متقاضا نمیکنه، ولی در کل همین اعراض علائم و هموطنان از اینو بفهمن و به زودترین فرصت مراجعه بکنن. این شد از اعراض علائم. تشکر جناب دکتر صاحب. شما از تجربه‌هایی که در شفاخانه داریم با مریضای توبرکولوز، شما اگر یک صحبت داشته باشیم از یک مریضی که در توبرکولوز داشته بوده به شما مراجعه کرده؟ بله جناب توخی صاحب، ما در شفاخانه عوضی بخش توبرکولوز تقریبا 2 ماه پیش بود فکر کنم، چیزی کم و زیاد در بخش توبرکولوز بودم. مریضی در سن 55 ساله بود تقریبا